کجا بودی؟ میگم لالا بگو. همین معامله ما چه کار میشه؟ ما کمی دختر ما مادرم ریزیه، خودی هم ریزیه، عکس خورم به من نکده. همین چه کار میشه؟ چرا نمیری به ما بخشونی؟ رد می دختره رانو یه نکردی؟ نه لالا چرا یه کنم؟ چند دفعه به تو بگم که او براره نداره که او صبح ایت دل جمع با بری به خونه رو صبح خیش تو میشه. کسی که سر کوچه نشین بود، کسی که عمل داشت، کسی که دود داشت، او به درد ما نمیخوره، به درد قومی ما نمیخوره. کی لالا که یادم میگم کار داره؟ امی ایدگول، امی که تو به خواری رو شیخی برای خوب بکردم من که ایدگول نمیستونم خواره نیستم. من چی کار دارم؟ هرچی ماه باشه با خود خونه من چی کار دارم؟ پس تو دیگه به قصی امینی که هم زن تو دل بخواه تو باشه. مهم به تو نیه که خیشات و اینا سفره‌دار هستم، اینا روی دارم، اینا آدمایی هستن که صبح بری خودی 4 تا رفیق و خودی قوم خود بری به خونی و در خونه به جلو تو وا کنه، نه که به جلو تو به سر کوچه شیشتا باشه خسود بودی تو شیشه بکشه. من لالا کار ندارم، من به این گپا نمیفهم. ایتا یا جلو روی بکنیم بریم به سرای اینا یا نکنیم ما خود خود میکشم. اصلا که جان خوب با تو خلاصه بگم عبر خوار ایدگل تیر شو. این حلقه را گوش خوبیدی که 100 سال خدا مجرد نباشی بند دست خوار ایدگل نمیگیری. بله با دشمن خو میرم با تو به خسرونی ولی به ایدگل نمیرم. بله من به این گپا نمیفهم. ایدگل غله بالا و نومه باشه من به ایدگل چی کار دارم؟ من خواره صحیحه دیگه صحیحه. بله شما به کار نکنه با من میفهم خودی شما چه برو دست تو آزاد هر کاری نکردی بکن برو. شما نشون میدم یک بچه عبقبته به چی نادون سر به سر میگذاره که من فلانی من ندی چه کارک میکنم. تو سر تو وانه میشه ببرو من وانه میشه سرمه. بیارم به پیش گوا خو آیره باور گوا که تشنیم از پمپو کنم گوا تشنیم ای در بگیر ای زمانه و آیره باور چشم سیاهی داری یار نگاهی داری لا 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 اگه بر بزنین گردن و من گناه از منه که شما اومید کی هک جور باشه کجی کیاری جور باشه کجی خان جان اول خوبه چی گفت گوا بیاوردم از براتون از پمپ کمی او یک خوردم که علفار بزنم به بدن اوارم بزنم به بدن که کمکی قوی شد دیلن جو بیا حرف ما بکن چکار کنم؟
یک کاری میگم برف میکنی نه؟ پول میدی به من؟ پولم به تو هم میدم. این سدید بگی. سدی از من لکه؟ نه سگو به تو چی میگم؟ نه میگی. و تو برارم همسایه گل خوبه گردم هم بقدا به تو بگم. این سدی یک پینجه تل بستو بفهمیدی؟ تل؟ تل پترول. پترول. خودی یک قطی هم گرده بفهمیدی؟ آنی دیگه پولام هم هستو 49 روپیه دیگه هم هستو. 49 روپیه؟ بله گله جو 50 روپیه تل بستونو؟ 50 یک قطی گرده بستو دیگه پولام هستو. خوبه تل به سکل میستونی؟ به سکل مایی؟ تو کار تو نباشه برو. خوبه برو با میفهمی که ما چه کار بیارم اینجا خبر میشی این خبر دیکون میشی نداره؟ داره میتونم داره. نه این دیکون شاید گرون بده. چی به شما میگم که واقعا ما به شما پیاده ریزه میکنم به حرف ما نخونیم سعی کنین که اشتر رو سیایی به سرخو بیارم. خیره بیا وردی بخریدی کبریت هم بستوندی گوگرد هم بستوندی واردو تا یکیه بیا دستم بوی تل گری کرد. خیره غمی نداره بیا اشته دیر کردی یک قدم رایه ما بله بده گوگردم بیاردی کار خوبی دیگه پولان بمون 50 یا بدم نه از تو خرج کن بخور یه بچه که گفته اگه میام رنگی لگو پینجه آخرین پینجه که به طول زندگی ما به تو دادم همون یادگاری برای همیشه من یاد کو هم پینجه هم از تو خوب گاهی وقتی من خدا بیامرزی بدی گیلک جو خوبه چرا میخندی؟ ما به تو میگم تو من خدا بیامرزی دی تو میخندی تو به خیال مغز سرگاهی خوردی تو به خیال مغز سر میشخیل خوردی تو اینجا تو بمردی که بفهم خدا بیامرزه خود تو با خبر من میشنوی تو دل جمع باش تو خدایا بگیر اشتباه آدم نافهم افتاده ای تو بمردی که بیبی من خدا بیامرزه بمرده خدا بیامرزه بیبی من من را دیگه پاری لکو میگو من میرم با نکه برات نبخدی بیایی بفهمیدی نه یه جیلا میگم گوه کجیر چی گفته ما میرم خرمنا مردم دردم گردنم بند باشی این ناگامر خرمنا مردم در میده با من میگه چری نه تلار که بستون اگه به سکل میریزه که سکل نداره اگه به سکل بریزه چری گوگیردار استون میره که خرمنا مردم درده تو سر کیلو کجا رفت انالی سعی کنین که چه کار کنین شما که هرچی ما گفتم بگی گپ من گوش نکن تو صحبه بکن با برار میگم براری تو میگه به پیار میگم پیاری تو میگه با ماما و کاکا میگم تو میگه شما که به گپ نمیفهم باشه که من انال خود دردم بیایم بالا سر قبرمه بشینین گیره کنین کجی چه کار میکنی کجی صحبه کن چه یلا خو چه کار میکنی به تو نگفتم برات من نایی کجی چه کار میکنی من خورد دردی کی به تو گفت بیا چرا کجی نمیبینی ما خود دردم چرا در میدی گناه داره کجی تو که میموری و به تو چی گفتم بودم نگفتم گاهی وقت میاد که خدا بیامرزی مربده گیله جون ما خود دردم حالی که تو همین جگاه بیامدی بدیدی برو بر بسک اگه من میتلان میدیدم مکله خود در میدم هنی هم گردا چرا پاک که سختم برو در سرا
برار ما بگو دمی که کجی بیا ما پیش بگو بیا برو بلالا با می دختر با می خواره این گل به خسرونی میگی ما چون این گل دزد معتاد چیه به درد نمیخوره او این حال بیو برو بالا سر خاکستر های دیده کدو اید گل؟ این گل خلی بالا آها تو خوارید گل می برارا تو به تو نمیدن خور در میدی؟ آه دیگه چکار کنم؟ خب در بدی میموری لکه خب پس چی دیگه؟ به در سرا ما برو بگو برای عجونا بگو خب دختره به دختره اشته بیای تربستونه نمیدم هر کار بکردن نمیدم چکار کنو؟ خورمه دردی؟ تو دیونه بخی برو بخی کجی؟ یالا کو کجی جو های کجی رو الان دروغ میگی دروغ چی میگم بده که من خود در نمیلم تو عمل بایی کو وای هر روزی که من به همین منطقه آمدم من تو خیلی به تو گپ زدم خیلی به تو تنی دادم 2 دفعه 3 دفعه 10 دفعه به تو چپات دادم مر ببخش مر بایل کو 1000 دفعه مر بیاب کردی بیاب که از اندازه تیره که تو بیاب کردم بده گیلک بده که تو هم در میدم خودی خب بده به تو میگو صاحب که تو کجی بده تو بده که زندی نمایم بده نمیکنم بده کجی صاحب که کجی تو گردن تو من اینا رو می عرض خوردردی دیگه من 100 روپیه بدادم به تو تیل خریدم همه من پولا رو از ارو گرفتم که بدادم برفتی تیل خریدی دیگه هم بیت کاری بکردم اون ساک شما بعدی با تو میگم نرو بستکر امرو نه سبان پس سبا بالاخره یک کاری خواه کردم بگو کلاره ما به شما نشون میدم شما که حرف من نمی کنی من که هر چی میگم خیال میکنی به شما پیاز ریزه میکنم عباس شنگیله برات گپ نگم عباس بله برار تو کجی کجایه برار ما کجی بچه ما به خونه کنیه با خونه نیه بابا جانی تلار با من گفت برو بگیر یک بخره بفهمیدی یک بار اینا رو چیز کرده من یک بار بیامد تا چیز پیش تا باخچه ما همین باخچه معلم ما باخچه پیش که ما تا سرا بیامد که ما سخ خورد درده چی؟ ما سخ برار تو کجی خورد درده کجی برار خورد درده؟ ها تو مغل سر تو خورد اینه گردن ما بند با شب بستروخ نمیگم بیا که برای میشه دیگه بخره برار بخور در میده کجی میگم تو چرا در میدی میگه زن من چون نمیدم به من زن به دختر من چون خوار کیل نمیدم به من بیا برو راست میگی کجایه کی به کجایه پسرایه کی کجی ها بیا بری با ایراو بدا عباس که برای تو خور مستم دن کجی از توی تا کاره چی؟ گیلک چی میگه؟ هر چی گیلک میگه راست میگه اگه راست میگه تیله خاطره ایفایی که تیله کی با تو گفت بری بگی؟ خوردر میدی میمیری خوب کاری میکنو خودکشی میکنی که کی طالبه ایده که به خاطر دختر مردم خورد درده او نمیده خود چه برای من رمضان نمیگی کلی بره پیشو برای بگم تو میگه نمای من چون برای از این دوزه معتاد بی جانشینه خلافکار چه کار فلانه تو گپ از اونا بیاین خورد در میدی عباس بیامد به بالا سر گوه من خو من گوه را میدادم بعدی بیامد که تا گیلک بگیرن به تو سدی میدون برو دکن تمالا تل بخره اگه گوتی گو گیردی خود چه بری تل بخری من چی بفهم من گفتم این سکل خور تل مندازه گو گیردی هم بتون تل هم بتون یک باری به من گفت که نه یه گیلک بالا سر من گفتم خرمان عباس ما به خدا گفتم خرمان مردم در میده این چرا خرمان در میده بیامدم عباس از اینجا این کلکش هم یک بار شیشه رو کرده که بره به تاثیر خو خدا شما بکردش که من بیامدم اگر نیالی امکان داره پخته شدی کباب میشد مثل جیرا بلا
بگو به مادرم بگو یا بریم من خوارید گل بسونی یا گردانم بند یک هفته دیگه جدنیو میبرم بالا تو اشتا بیاغ آدمی تو بیاغ ما تو مقدر نداری که خورد در هر میری چی ما به شما میگم هیچی به هیچی شما به حرف نمیکنی خواهد نمیشی بابا بگو تو مادر بگو تو برو مولا مسجد ما بپر کسایی که تو از این دنیا گوی میری. گیلا گفت که بیا مده از تو برادرزی گوتر میرون نکی میکش برو پیش می چه پرسکی بگفتی برای اینا ما چرا بگه تو خود در میداشتی میدادی؟ که ما خود دردون تو لکه میمردی. به خاک که میمردم کجا استندی ها دکون تماله. ها ها بیا بری پینجری پیه. بخی کجا بابا اگه کن بخی بیا بخی. بعد اینا رو ببرم ما پستم. پس میدی ها او پولا رو بیاد این که اگه تو پیش برفتی خو اگه من چشمات رو بدن نکردم عباس برارم تو بشی. عباس شو برارم. عباس همسایه گوش میشه. چون که مردم ولی ما خبر نکنی که آبرو میره. عباس با مادر خوب بگو با برار خود رمضان بگو عواز شما باشه که دیونی بی عقلی این مغز سرگو خورده. این مغز سرگو خورده می حدوده کیور. تو سیکو تو گفم افتادی گردن و بند باشه می حدودی داره سرگو مغز سرگو حدود داره اندازه مثلا من چشم گسالگوه. این امر بخورده تاثیر و اعصاب ازی کرده. راست میگی. اون مادر تو بعد اتا مغزا کلا ور میدیش که اینا میخورد. حیف تو نکرده. این حدوده خورده. انا حدوده شده. این حدوده خورده این حدود مغز سرگو خورده این حدوده شده. ببره کی خورده می داخلی. ما خوب کاری میکنم. همین که میفهمی که سادی تو نصیحت میکنه بخی بریم. ببر بسلام. مثلا برم برای اینا بگو بریم بستانی که ما کار ندارم. بخی تو بریم. حالا خودی آدم واری گپ بیا بریم بیا. یالا ندی دستیو. هی رنگا که تو به خاک شکجی بیلا خوب شد من بیام آدم اگر نی انالی وقت کباب شدی پخته شدی بی میگم ایدگل وقتی لالا جو من کار دارم تو وقتی کار خیریت میگم بله این معامله خیوسرونی این معامله خیشی بم زور هم شده چه کار برو از چه کاره تیره کاکا معامله خیش و خسرونی هم به زور شده نه خب چرا شما هر دم بران مکجیر نافهمر هر دم عکس خوار تو عکس خور ری میکنه و که ما چون مطور مایم تو خب بفهم برو چی میگی تو قف بدن خب بدن تو کاکا خبر داری یا نه از چی خبر داری خب برار تو عکس کسی برای ری نکرده برار تو بیا آمده به خسرونی کرده همشیره مامور ما هم نکام مسلمانی ما هم بدم برای بدم این که گپی نیه این مشکل داره البته برار از خود سر صاحب نداره که از این پیش خود خوبی خسرونی کنه خود سر صاحب تو سر صاحب تو به گپ زدن خو نمیفهمی کاکا میفهم به گپ زدن خو چی میفهمی میگه عکس ری میگه خبر داری برار ماست خود صبح درده به خاطر خوار تو خود دیگه من دیگه نمیتونم بیام برار تو را موش کنم تو را موش کنم بسته مردم من بیام موش کنم که خود دیر ندم یا فلان نکنم میگم یک چیز به تو بگم خب همین دختر برای عروس کردن هست برای عروس کردن هست من رازی نیم خودت تو خیشی کنم من از تو خوش من نمیاد برار تو مهمه خلاصر به تو خوش تو میای یا نمیای برار ما به تو کار ندارم برار تو مهمه تو هم یک دختر بخی برو با برار ما بگو که من نمیدونم خوار خود من نمیتونم با برار تو بگم خود تو با برار خود بگو برار خود رازی پس تو رازی که خوار خود بدی با برار من از اون برار تو به چه خوب یا خوش دارم تو این به من مشکلی نیه کاکا مشکلی نیه با ما مشکله تو برو خود برار خود مشکل تو رازی نیه خود تو رای برار خود بزی بگو نه ما دختر برای بزرگ دادیم نه هم میدیم خسرون شده بچه خوبی از او خوش میایه دختر امور ما هم گفتم مشکل نداره هیچ گپی نیه ای که برار تو ما خورد درده یا در نده ای دیگه ما نظام شما نیه خلاصه کوتاهی سخن اثر را برار ما بخی بفهمیدی به زید دل دیانت نبشه که به خوارتون مثلا اگه من زنده بودم که بنده دست خوارتون نمیگیره باز هر کاری هم که برار ما شده خنگید برار تو میلیاردر که ما برادی بده که دختر بدیم بزرگ کسی دختر نمیده کاکا فقط خوب بنده به تو بگفتم چی آدما پیدا میشه به قرآن خدا فقط میگی ما به دختر بزرگ بریم میدیم بچه خوبی خود دختر میدیم بریم و نکام مسلمانی هم گپ شده خدا پاک کم یا قد و قیافه تو میگیری به عقل کمال بره تو میدا
میگه تو از سر را برار میگه خزک به من میگه برادر